اعضای عائله اسمریان ها انتظار خبرهای تازه از سوریه هستند. آنها 4 سال پیش خانه خود را که در شهر حلب بود ترک کردند. این یکی از هزارها عائله ارمنی است که از درگیری‌های سوریه گریختند. ما خویشاوندهای جوانی داشتیم که بی‌درک شدند. درباره‌شون چیزی نمی‌دونیم. اوویک و ایزابل با فرزندان خود در شهر استپاناکرت در قره‌باغ کوهی زندگی می‌کنند. تا حلب 1000 کیلومتر مسافت است. Alin ne? Ah, himmaye gav. Amen der vadanka bore, aber hof der chimenats. Khalas tsikeyeli regulos sing. Jampan kotse chiga jampa himavi dispasek minche vor jampan patsvi. Alin asi vor kuyumcan viravor vere ove. Valla chem ki der Izabelierek norke o marta hat sara zaden patroch panpusht me yeger kangen madere. ویجاگ زانره گسنگو. عائله اسمریان ها از ویرانگری و مرگ از سوریه به اینجا پناه آوردند، اما در نقطه داغ دیگر افتیدند. ماه اپریل در قره‌باغ کوهی جنگ شد. 10 نفر در نزاع ارمنی ها با آذری ها که آن را شدیدترین در طول 20 سال اخیر دانستند کشته شدند. اوویک ترک خانه و عائله کرده با برادر خود به اختیاریان پیوست، ولی در محاربه ها اشتراک نکرد. میدونستیم که دیر یا زود در اینجا هم جنگ آغاز می‌یابد. حالا هم میدونیم که جنگ دوباره شروع می شود. ماه اپریل با برادرم وریوش به صف اختیاریان پیوستیم. آماده بودیم و رفتیم. عائله اسمریان ها در حلب تاجران موفق بودند. آنها قسم‌های احتیاطی ماشین می‌فروختند. حالا آنها قسم از تجارت خود را توانستند حفظ کنند، از جمله در اندونزیا. این تجربه نو است. در منزل قبلی هم حتی نمی‌دانستم که چی در کجا است. هر چیزی می‌خواستم خدمتگار می‌آورد. ولی این زندگی واقعی نبود. اکنون من خوشبختم که به همه چیز خودم مشغولم و این احساس کاملا دیگر است. کودکانم هم همین احساس را دارند. زندگی نبود، افسانه بود. سال 1915 هم در زمان قتل عام ارمنی ها بابای او از ترکیه به سوریه گریخته است. ماه سپتامبر سال 2012 هم عائله اسمریان ها به سمت مقابل یعنی از سوریه به طرف ترکیه فرار کردند. تا مرز ترکیه رفتیم. پرچم ترکی رو دیدیم و خوشنود شدیم. این غیرعادی می نمود. هیچگاه تصور نمی کردم که با دیدن پرچم دشمن سابق خود احساس امنیت می کنم. از آغاز نزاع در سوریه 18,000 ارمنی با همین شیوه جان خود را نجات داده به ارمنستان آمدند. قریب نصف از آنها در آنجا ماندند و باقی مانده به کشورهای دیگر کوچ بستند. به گفته مقامات ارمنستان فقط 90 نفر از گریزه های سوریگی در قره‌باغ کوهی مسکن اختیار کردند. آذربایجان به کوچاندن ارمنی ها به قره‌باغ کوهی مخالفت کرده توضیح داده است که باعث اشغال شدن منطقه از جانب ارمنی ها می شود. اوویک با وریج برادر خود به پایتخت قره‌باغ کوهی برای آغاز زندگی نو آمد. این زمین خالی بود، هیچ چیز نبود. ما برق کشیدیم، راهی منفرش ساختیم و گرمخانه بنیاد کردیم. آنها با کانتینر از سوریه 40,000 نهال آوردند. میخواهند که باغ زیتون، کاکتوس و درختان دیگر میوه دهنده را بنیاد کنند. اکثر این نهال ها برای قره‌باغ کوهی نادر می باشند. این وظیفه مشکل است. سرمایه کلان می خواهد، لیکن وریج مثل برادر خود خوشبین است. میدونیم چون است در بدرغه زیستن. اینجا زمین داریم، خانه و در نزد عائله و خویشاوندان هستیم. اگر چیزی شود دستیاری می رسد. اگر آنجا در سوریه دچار مشکلی شدیم 10 نفر پایمالمان می کردند. اوویک زنبور پرور شد و وریج مکانیزاتور است. آنها آدمان مغرورند، زمین دارند، شهروند ارمنستانند و خود را گریزن نمی حسابند. هر صبح ساعت 6 برادران به صحرا می برایند. روز به روز ریشه های درختان سوریگی آنها به زمین اینجا فروتر می روند.